خیلی متشکرم از محسن میثاقی. سلام به همه دوستان بیننده همراهان شبکه 3 برنامه فوتبال برتر از تهران ورزشگاه آزادی همراه شما هستیم. بازم یه برخورد صورت گرفته و یک بازیکن از تیم صنعت نفت ناراحت روی زمین هست و مهدی قائدی اونجا برخورد داشته با کعبی و داور اونجا کارت زرد میده به دیاباته که داره اعتراض هم میکنه، به سمت کمک داور میره، پای راستشو گذاشت دیگه، نیمچه هول داد. صنعت نفت عیسی آل کثیری میاره به سمت چپ، جعفر سلمانی دوباره خود آل کثیری پشت محوطه جریمه رد شد، روش از راه دور میزنه و واکنش حسینی رو حالا به همراه داره. سومین سالگرد درگذشت جناب آقای پورحیدری هم هست امروز، روحشون شاد باشه و گذاشتون گرامی. یه حرکت در زمین تیم صنعت نفت، اشتباه دروازه‌بان، گل اول واسه استقلال، گل اول واسه استقلال. چه سوتی داد ناصر سالاری اونجا و توپ دستش در اومد که اومد توی محوطه، بدجوری اشتباه کرد سالاری و دروازه استقلال باز شد روی ضربه راحتی که دانشگر زد. میلیچ از چپ نفوذ کرده، قائدی سرعتش بالاست، تغییر مسیر میخواد بده، داغ داخل محوطه میزنه ضربه‌ش رو اونجا، دیاباته میره واسه گل دوم. بازم گل به خودی رو می‌خواستیم انگار این بار دیگه شاهد باشیم. پاس رو عقب کعبی بود که اونجا با واکنش سالاری همراه شد. فرشید اسماعیلی، حالا کسی عقب‌تر اومده، علی کریمی داخل محوطه زاویه اونجا دست رو میزنه، دوباره علی کریمی و واکنش سالاری است که اونجا طالب ریکانی، یه پاس پشت مدافعان بیرون میره اونجا حسینی و چجوری هم بیرون رفت. یه پاس بلند به سمت راست، وریا، یه ارسال بلند و کاتا روی دروازه، یه برخورد، میگن پنالتیه، نظر داور پنالتی نیست و کار دنبال میشه و برمیگردونه توپو عبدالله ناصری. تیم صنعت نفت آبادان حالا فرصت داره، دیاباته ناراحت روی زمین هست. با هم میبینیم صحنه آهسته رو. اینجا یه لحظه انگار برخوردی هم داشتند دو بازیکن با هم دیگه. فوری اضافه شده، تماشاگران نیمخیزن، یه پاس رو به جلو برای دیاباته، گلر بیرون میره، دروازه‌بان جا میمونه، دروازه خالی هست. داور چی گرفته؟ خطا گرفته، خطا به نفع استقلال، خطای ناصر سالاری. میگن تو محوطه هست، نظر زایدی فر بیرونه، کمکش رو اونجا میره با حمایت میکنه، چون بازیکن استقلال رفتن سمتش و دیاباته هم هنوز روی زمین هست. روز سختی رو سالاری داره سپری میکنه، کارت زردم گرفت دروازه‌بان صنعت نفت آبادان. دانشگر رو بغل کرده به نوعی اهل شاخه، سوت داور، حرکت بازیکن داخل محوطه، وریا میفرسته روی دروازه، زمین، گل دوم واسه استقلال. ولکن نیست شیخ دیاباته، 4 گل استقلال در این مسابقه. استقلال 2 صنعت نفت 0. خوشحالی طرفداران استقلال که تیمشون داره این روزها خوب بازی میکنه و همون خوشحالی مخصوص خودش رو هم شیخ دیاباته انجام میده. با هم میبینیم تصویر رو به سمت هواداری استقلال که تیمش رو تونسته 2 گل کنه در این مسابقه. صبوری استرا و بازیکن استقلال داره جواب میده، خوبم کوبید ضربه‌ش رو زمین تا گرفتنش سخت‌تر بشه واسه گله. 2-0. فرشید اسماعیلی رد میشه، توپ از فرشید میگرفت، آفساید بود. مهدی قائدی گوشه زمین صاحب توپه، یه ارسال روی دروازه، توپ خورده مدافعان صنعت نفت آبادان. فرشید اسماعیلی میکاره راست، وریا غفوری و توپی که به سوی دروازه میکوبه وریا، خودش هم به توپ رسید و توپو گرفت گوشه زمین. تکلی بازیکن صنعت نفت آبادان، طرفدار تیم استقلال دارن کیف میکنن از این بازی تیمشون. غیر از این گلی که امروز زد برای استقلال تونسته بود گل‌های دیگه رو به ثمر برسونه. دیاباته، قائدی، یک کنترل، ضربه پای چپ و گل سوم. مهدی قائدی گل سوم رو برای استقلال به ثمر میرسونه. طوفان آبی در راه هست در تهران. 26 دقیقه 3-0. مهدی قائدی وعده 10 گل تو این فصل رو به خاطر شماره 10 میخواد به هر شکلی هست عملی کنه. حالا میشه دیاباته رفته تا اونجا مزاحم مدافعی میشه، ضربه وریا غفوری و اینم گل 4م. چقدر خوب زد وریا غفوری ضربه‌ش رو.
استقلال 4 صنعت نفت آبادان 0. گل بارون آزادی امشب 4 تا رو فعلا تو یه نیمه زده استقلال. کار صنعت نفت سخت بود، داره همینطوری سخت‌تر هم میشه و برگشت خیلی کار سختیه. تشویق میکنن طرفداران تیم استقلال وریا غفوری رو، توپی که سراغش هم رفت عبدالله ناصر سالاری اما نتونست بگیره، به این شکل دروازه باز شد. با پای راست با کات مناسب داخل پا زد و دروازه رو باز کرد. وریا غفوری اینطوری هم زد. فرشید اسماعیلی جا خالی میکنه، خود مهدی قائدی بازیکن صنعت اونجا هستن، پاس برای دیاباته سمت راستش داره، وریا رو خود دیاباته میزنه با خطرناک از کنار دروازه، توپ بیرون رفت. دوباره مصطفی احمدی صاحب توپ میشه، میاره به سمت چپ برای کعبی، زمین محکم کعبی و توپی که پای چپ میزنه تو چارچوب نیست و به بیرون میره. محمد اهل شاخه توی محوطه هست، یه ارسال بلند روی دروازه، ضربه سر میتونه زده بشه، کار اونجا گره خورده، ضربه بازیکنی استقلال توپی که زد غلامی برمیگرده پشت محوطه جریمه، ضربه راه دور خطرناک بازیکن صنعت نفت، خوب زد مصطفی احمدی ضربش رو. فقط یه شهر خودرو میمونه که البته اونها همراه با تیم تراکتور که فعلا باخته پایینتر از استقلال میسن تا بازی شهر خودرو برگزار بشه. دانشگر یه ارسال روی دروازه، فرصت برای تیم استقلال داخل محوطه، پنجمی رو میبینیم، ضربه رو میزنه و بله میبینیم پنجمی رو هم میبینیم، میلیچ دروازه صنعت نفت باز کرد. استقلال 5 تایی میکنه تیم صنعت نفت رو به اینجای کار. میبینیم با هم صحنه آهسته رو، توپ برگشتی، کنترل و یه ضربه پرقدرت. چپ و راست استقلال، وریا و میلیچ در این بازی گل زدند. خیلی خوب توپ روی پای سوار شد و عالی به سمت چارچوب ضربه‌اش رو زد میلیچ. استقلال 5 صنعت نفت 0. بعد مقابل پای علی کریمی یه لحظه فاصله گرفت، دوباره خود کریمی توپو گرفته، پاس برای بازیکنی همدسته، تغییر مسیر، ضربه بغل پای فنی و زمینی، میرفت واسه گل ششم فرشید اسماعیلی. بختیار رحمانی در این مسابقه یه حرکت، یه پاس داخل محوطه جریمه، توپ از همه رد شده و اونجا بازیکنی استقلال دوباره به توپ رسیدن، وریا غفوری با پای چپ ضربش رو میزنه و خیلی هم بد میزنه این بار وریا و توپی که بیرون رفت. رضاوند یه پاس کوتاه میکارن واسه یه رضاوند، دوباره ضربه‌شو میتونه بزنه، رضاوند فنی میزنه اونجا و واکنش سالاری رو به همراه داشت. ششمین گل رو میخوان هواداران استقلال. یه ارسال بلند دروازه، یک ضربه سر رو میرفتیم به صنعت نفتم 6 تایی بشه که نجات داد دروازه رو. یه ارسال بلند روی دروازه، روی خط 6 قدم، ضربه سر واکنش عالی حسینی، دوباره اونجا مدافعان حسینی دروازه رو بسته نگه میدارن. عالی بود حرکت حسینی. نمیخواد در این بازی خودش و تیمش گل بخورن. سوت داور تموم بازی. استقلال 5-0 صنعت نفت رو میبره، 3 امتیاز شیرین این بازی رو در تهران به دست میاره و خودش رو در جدول چندین پله هم بالا میکشونه.